دقت کنید، جالبه نه؟ اگه نگاه کنید دوندونای طلایی هستش و تمام این دوندونا طلای واقعی و 24 عیار هستش و همراه این تیکای طلایی که اینجا روی گلگیرش گذاشته و حتی این لوگوی رویز رویز خودش برات باز میشه. اینا حتی دگمه‌های تنظیم صندلی، ریل صندلی از طلای 24 عیار تشکیل شده. این پایین لوگوی منصوری وجود داره و اینجا لوگوی زیبای اسپکتر وجود داره و سقف این خودرو هم استارلایت داره. یه کنترل هم برای تنظیم رنگ ماشین از فاصله دور رو برای این خودرو تعبیه کردن و حتی ساعت این خودرو هم تمام طلا شده. صادقانه بگم صندلیاش عین صندلی‌های خونه مام بزرگامون خیلی خیلی نرمه، حتی نرمتر از مدل‌های عادیش. دوخت آفتابگیرا، دوخت سقف واقعا یه وایب دیگه میده، خصوصا که این جالباسیش که طلایی شده. فرمونم حتی چرم شخصی سازی شده، اینجا به جای لوگو رویز رویز